حادثه ترافیکی آریانا سعید در ترکیه و زندانی شدن اسیب ساید. اما چرا؟ آریانا سعید به چه دلیل در ترکیه حادثه ترافیکی کرد؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی آریانا سعید در ترکیه. آریانا سعید در ترکیه مصروف چی کار باری بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، هنرمند خوش صدای افغان، با حنجره طلایی‌اش که دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کرده است، با سرودن آهنگ‌های میهنی و عاشقانه. آریانا سعید بیشتر اوقات برای دفاع از حقوق زنان آهنگ می‌خواند و اولین افغانی است که کنسرت‌هایش به سطح بین‌الملل برگزار می‌شود. وی درآمد خیلی خوبی از کنسرت‌هایش داشته است. بزرگ شده کشور انگلستان بوده است، اما جدیداً به خاطر کارهای هنری‌اش وی در ترکیه زندگی می‌کند. وی در ترکیه به کارهای تجاریش پرداخته است و برندی از لباسهایش را ساخته است. آریانا سعید قرار است در کشور امارات متحده عربی هم رستوران‌های به نام خودش بسازد. اما چند نمی شود آریانا سعید در ترکیه بر اثر حادثه ترافیکی در حالت بد در شفاخانه بستری است و اسیب ساید به خاطر این حادثه ترافیکی برای مدت 48 ساعت زندانی بود. آریانا سعید دیر می شود دیگر آهنگ جدید برای دوستداران و طرفداران صدایش به خاطر برگزاری کنسرت‌هایش و مصروفیت‌های تجاریش نشر نکرده است. بگومگوهای فراوانی وجود دارد که آریانا سعید قرار است با اسیب تا چند ماه دیگر ازدواج کند، اما تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و عزیزان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با عزیزان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر، تمام شما خوبان را به لای منان سپرده، موفق و کامیاب باشید.